سلام و درود دوستان. تو این ویدیو میخوام آموزش وصل کردن سیم کشی هوندا رو بهتون بدم که نصبش خیلی آسونه و میتونید خودتون انجام بدید. دوستان این سیمایی که میبینید از قلوه چراغ اومده، این زرد و این سفید و اینم آبی و اینم صورتی و اینم قهوه‌ای. این سیم ورودی دسته است که از سیم کشی این سیم زرد رو میبینید که از سیم کشی اومده و از شارژر و برق اصلی میاد برای ورودی دسته. به این صورت وصل میکنیم و همینجور که میبینید اینجا دو تا خروجی داره، سفید و آبی، که برای نور بالا و پایینه. هولدر رو به این دو تا سیم وصل میکنیم. حالا شما اگه فیشی بود به صورت فیشی میتونید وصل کنید، خیلی بهتره. و اینم ارته که به یکی از سیمای ارت وصل میکنیم. خب میمونه یه دونه قهوه‌ای هم برای چراغ خطره که یه قهوه‌ای از سیم کشی اومده. به این صورت فیشاشو وصل میکنیم. حالا اینا جفتش مادگی بوده، یکیش باید نری باشه، یکیش مادگی، که اومدن دوتاشو مادگی کردن. حالا اینو به یه صورت یا قطع میکنید یا هر جوری وصل کنید و حتما نوارچسب دورشون بزنید که آبی چیزی نفوذ نکنه. و این سیم صورتی هم کاربردی نداره دوستان، یعنی تو سیم کشی های هوندا به هیچ عنوان استفاده نمیشه، پس نمیخواد زیاد بهش توجه کنید. خب میریم سراغ سیمای دسته راهنما. این سیمای دسته راهنما است. سیمای دسته راهنما یه دونه آبی آسمونی، یه دونه نارنجی، یه دونه توسی و یه دونه مشکی و اینم آبی کمرنگ. دوستان این سیم توسی ورودی دسته است، یعنی ورودی برق ورودی دسته برای راهنما، برای اینه دوستان. این برای بوقه و یه سیم سبز که از بوق مستقیم میاد برای این. حالا یا سیما بعضیاشون سبزه، بعضیاشون بنفشه و هر کدوم یه رنگی داره. اینجا میتونید از سیم بوق پایین خودتون تشخیص بدید، ولی برای ما الان سبزه. وصل میکنیم به این مشکی هم برق ارتشه که وصل میکنیم به ارت، یکی از سیمای ارت. و این نارنجی و این آبی آسمونی هم برای راهنما است. این سیمای سیم کشی این برای راهنما است، کلا همین هم رنگش نارنجیه. به این صورت وصل میکنیم و این آبی هم به آبی توی سیم کشی، که این هم آبی توی سیم کشیه. خب دوستان حالا دو تا لامپ، حالا دو تا سیم داریم از راهنما که یکیش ارته و یکیش هم وصل میکنیم به این سیمای آبی و نارنجی. یکیش به این سیم، حالا فرقی نمیکنه رنگاشون هر کدوم بزنید فرقی نمیکنه، این به این، و یکیش هم میدیم به ارت. و این هم راهنمای سمت اونوری که وصل میکنیم به نارنجی، و این هم یکیش هم به ارت. سیم ارت پیدا کنید و بهش اتصال بدید. خب دوستان میمونه سویچمون یه دونه
برق سیاه داره، برق اصلی میشه، یه دونه قرمز که میشه برق باتری و یه دونه ارد و یه دونه هم سیاه مشکی خط سفید که برای برق اصلی برای خاموش روشن. یعنی برای وقتی میخواید موتور خاموش روشن بشه این دوتا رو بس کنید کافیه. خب یه دونه سیم از سیم کشی اومده، میبینید مشکی خط سفید که وصل میکنیم. یه دونه سیم هم که برای ارت وصل میکنیم به ارتمون. این مشکی هم که میبینید یه سیم مشکی اومده، این هم به مشکی که میشه برق اصلیمون. و قرمز هم یه دونه قرمز از سیم کشی اومده، مستقیم وصل میکنیم به همین قرمزه. دو تا سیم داریم از این دو تا سیم برای استوپ ترمز جلویی که روی قلوه چراغه، یه دونه مشکی و یه دونه هم سبز خط زرد. اون مشکیه که وصل میشه به اون برق اصلیمون که مشکی بود، از سویچ اومده بود، به این وصل میشه. و اون یکیش هم وصل میکنیم به این سیمی که از سیم کشی اومده، سبز خط زرد. اینو وصل میکنیم به این. خب دوستان، این از این سیم کشی راهنما و برق جلو عقب هولدر رو اینا کلن وصل کردیم و میمونه یه دونه چند تا سیم برای کیلومتر. این سیما 3 تاش برای ارته، یعنی کلن به هم وصل میکنیم. حالا اگه فیشی بود که فیشی وصل کنید، اگه هم نبود میتونید لختش کنید. اینو وصل کنید به ارت، یه دونه ارت. این دوتا سیم برای راهنما است که یه دونه از اینجا ببینید، این نارنجی و این هم آبیش. خیلی راحت وصل کنید به این دوتا. اگه فیشی بود با فیش وصل کنید، اگه هم نبود که اینجور مثل ما لختش کنید. این مشکی هم که برق اصلیشه وصل کنید به همین برق اصلی سویچ. و این هم برای دنده آزاده قرمز خط قهوه‌ای که یه دونه قرمز خط قهوه‌ای باید از سیم کشی اومده باشه، وصل کنید به اون. حالا من اینجا تو هم برنامه پیداش نمی کنم. و میمونه یه دونه آبی که این هم وصل میشه به این برای چراغ. یعنی وقتی ما نور بالا میزنیم یه چراغ توی کیلومتر روشن میشه. این قهوه‌ای هم که برق اصلی کیلومتره که وصل میکنیم به این ورودی برای برای چراغ خطر. این قهوه چراغ خطر رو وصل میکنیم به این که هر موقع دسته رو یعنی چراغ رو روشن کردیم این لامپای صفحه کیلومتر هم روشن بشه. اینا رو وصل میکنیم و این هم دنده شماره که حالا سیم کشی ما دنده شمار نیست و اینجا فعلا استفاده ای نداریم. خب دوستان، تستش میکنیم. این راهنمای این سمت و این سمتش که توی کیلومتر هم سیماشو بس کنیم کار میکنه. آموزش هم دادم. و این هم استوپ جلو. استوپ عقب هم دوستان میبینید اینجا یه سیم مشکی و سبز خط زرده که توی کله چراغ هم بود. این سیما وصل میکنید، این برق اصلیه و این هم مخصوص استوپه، یعنی هر جا سبز خط زرد دیدید برای استوپه. وصل میکنیم به اینجا که توی پایین سیم کشیه. و اینم شارژره که دو تا سیم از اینجا ورودی میگیره میاد، یعنی از سنگ برق میاد و به سمت شارژر برق رو تنظیم میکنه. و این سیم زردم که ورودی دسته مال چراغ است که بهتون توضیح دادم از اینجا میاد، یعنی از اینجا خروجی میگیره و میاد به سوی کله چراغ. امیدوارم که این آموزش به دردتون خورده باشه
لایک و کامنت فراموش نشه.